حضرت محمد انسانی مهربان و با لبخند زیبایی بودند، ولی بعد از شب معراج دیگر هیچ وقت از ته قلب نخندیدند و متأثر بودند. در شب معراج جبریل به نزد حضرت محمد آمد و گفت: ای محمد، برخیز. حضرت برخاستند و دیدن میکائیل و اسرافیل نیز در کنار مرکبی به نام براق منتظر هستند. حضرت محمد را به آسمان اول بردند و فرشتگان به پیشواز حضرت آمدند. در آن میان حضرت محمد فرشته بزرگ جثه دیدند که اصلا نمیخندید. او چهره عصبانی و خشمگین داشت. حضرت از جبریل پرسید او کیست؟ جبریل گفت: نام آن فرشته مالک است و هیچ وقت نخندیده است و او نگهبان و خازن جهنم است. حضرت محمد به مالک سلام کردند و مالک نیز جواب سلام داد. حضرت از جبریل خواست تا دوزخ را به او نشان دهد. مالک سرپوش دوزخ را برداشت و چنان نهیب و وحشتی فضا را گرفت که حضرت محمد دیگر ادامه به دیدن دوزخ نشدند. حضرت محمد دیدند مردمی بودند که در دهانشان آتش می‌ریختند و آن آتش را می‌خوردند. حضرت از جبریل پرسید: اینان چه کسانی هستند؟ جبریل گفت: اینان کسانی هستند که در دنیا اموال یتیمان را به ستم خوردند. حضرت محمد دیدند گروهی بودند که شکمشان به قدری بزرگ شده بود نمی‌توانستند از جایشان برخیزند. حضرت فرمود: اینان چه کسانی هستند؟ جبریل گفت: اینان کسانی بودند که ربا می‌خوردند. حضرت محمد دیدند زنی دست پاهایش بسته بود و مار عقرب‌ها او را نیش می‌زدند. حضرت فرمود: گناه این زن چه بود؟ جبریل گفت: آن زن به طهارت و لباس خود هیچ وقت اهمیت نمیداده و نظافت نداشته. حضرت محمد بعد از دیدن دوزخ دیگر نخندیدند.